دعا میکنیم که خدایا خودت سرنوشت منو یه جوری تغییر بده که این مشکلات حل بشه، در صورتی که هرگز چنین اتفاقی نمیفته. اساسا خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اونها خودشون رو تغییر بدن. آیا تا حالا با کسانی برخورد کردین که هیچ فکر درخشانی برای آیندهشون نداشته باشن؟ در چنین صورتی اونها نباید منتظر هیچ تغییر درخشانی در آینده خودشون باشن. تغییر آینده با تغییر افکار شروع میشه. وقتی ما فکرمون رو تغییر میدیم، ارتعاشات وجودیمون تغییر میکنه. یعنی یک فکر مثبت یا یک فکر منفی بلافاصله منجر به تغییر ارتعاشات وجودی ما میشه و بر اساس یک قانون فیزیک به هم پیوستگی ذاتی اجزاء هستی، هرگاه ارتعاشات وجودی ما تغییر بکنه به طور بی‌زمان، یعنی بلافاصله بر روی تمام اجزاء هستی تأثیر میگذارد و منجر به تغییر آینده میشود. وقتی ما میگیم برای تغییر آینده باید افکارمون رو تغییر بدیم، به این معناست. این موضوع توضیح علمی و فیزیکی دقیق داره. جهان بیرون ما انعکاس جهان درون ماست.